خوش اومدید به این لاگ دیگه. امروز ششنبه است. صدای پشت بزنه بگم ششنبه. امروز سه‌شنبه. آقا امروز دوشنبه است. ساعت هوا خیلی خوبه. هم از که هم من هوای بارونی دلمو میگیره، هم به شفیقم که پشت دورو میره. گفتیم که بیایم کافه یه قهوه بخوریم تو این هوا باد. حالا الان بهتون نشونم متاسفانه چون نمیخواستم برنامه ولاگی داشته باشم، مجبور شدم که اینقدر یهویی بگیرم. حالا الان بهتون نشونم که چیا داریم میخوریم و در ادامه باقی. آقا من یه دونه لته فندقی گرفتم. اینم ادامه مورد کوکیله. شما یه دونه کارامل مکیاتو. حالا بریم میخوام بهتون رفیق شفیقم بگم. سلام کن. همینجوری سلام. اسمتو نمیگی بهمون؟ من پرنیا. سلام پرنیا. سلام. اوکی خیلی کرینج شد. هوا رو بهتون نشون بدم. هوا بارونیه. امیدوارم بارونش بیفته. یه هوای خیلی خوبیه. حالا قهوه‌مون رو بخوریم به احتمال زیاد با ایشون میریم که یه قدمی بزنیم. ایرپاد ندارم. ایرپاد نیاوردم. متاسفانه ایرپاد رو نیاوردم. برای همین شاید مجبور داد بزنم. حرف بزنم. کی به کیه داد بزنم. کسی از اون خوش برام اومد. آقا امروز میخوایم براتون از صحبت کنیم برنامه ایلومیناتی الان بلتون نه آقا میخوایم امروز براتون از بایدها و نبایدهای دانشگاه صحبت کنیم. مامان دانشگاهی که به تازگی فارغ التحصیل شد. ترم اولیه‌ها. آره. اصلا که فصل جدید دانشگاه است. من خیلیاتون احتمالاً دانشجویید. حالا هر رشته‌ای امیدوارم موفق باشید. ما تو همونجوری که میدونید از طریق دانشگاه ما هم دوست شدیم. اگه پیج منو داشته باشید، من الان پیجمو بستم به خاطر اینکه خیلی وقتمو میگیره، ولی پیج پرنیا رو اینجا براتون میذارم، میتونید فالوش بکنید. احتمالاً منم تو استوریش هستم. آره 100%. خب امروز قرار شد که بیایم براتون از تجربه خودمون، از چیزی که حالا یادمونه از ترم 1 براتون بگیم. منتها اینجا جایی که انتخاب کردیم تا 2 ساعت پیش سکوت بود. الان صدای پرنده ها رو میشنوید، صدای این دوست عزیزمون که داره داد میزنه، داره آهنگ میخونه، ماشین رد میشه دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید. اولین چیزی که ترم 1 اتفاق میفته پیدا کردن دوسته. حالا ماجرای دوستی من پرنیا خیلی جالبه. تعریف فقط بلنده. اولین روزی که من رفتم من نشسته بودم منتظر بودم که مثلا کلاس شروع بشه و دیدم یه دختره داره میاد. من کلا اصلا به کسی کمک نمی‌کنم. پس نمی‌کنه. حال ندارم. بعد خدا برم به این دختره کمک کنم. بعد بهش گفتم شما ترم اولی هستی؟ بعد گفت بله. بعد گفتم که کلاس ریاضی داشتیم. گفتم که ریاضی هنوز شروع نشده. یا با هم بریم اونجا وایسیم تا شروع شه. بعد شماره کلاس و اینا رو پرسید. بعد با هم دوست شدیم. حرف زدیم، بغل هم نشستیم و اینجا شروع شد. نکته جالب‌ترش این بود که می‌خواستیم برگردیم خونه. اونجا که من و ایشون با هم توی یک محله زندگی می‌کنیم، دست خدا. دست خدا ما با هم دوست شدیم. و بهتون میتونم بگم که قبل از دوستی من و پرنیا هم من هم خودش متاسفانه دوستی‌های خیلی خوبی نداشتیم. یعنی حالا نتونسته بودیم تو دبیرستان اون ارتباطی که باید رو بگیریم. در نتیجه این دوستی من و ایشون خیلی شیرین شروع شد و هنوزم ادامه داره. آره پیدا کردن دوست سخته. بستگی به شخصیتتون داره. من یادم کاملا اجتماعی و برونگرام برخلاف پرنیا که آدم درونگراست. ولی خب شدنیه دیگه. ببین که اکیپا وارد نشن. ولی خب اینجوری. اما تجربه شخصی من و پرنیا اینه که واقعا وارد اکیپا نشید.
چون ما ترم یک فکر میکنم 4 تا اکیپ داشتیم که اینا الان هیچ کدومشون نمونده و از اون 4 تا اکیپ کلا میتونم بگم که 4 نفر فعلا هنوز با هم دوستن و حالا بیرون میرن بعد دانشگاه. ولی کلا وقتی که دانشگاه تموم میشه فکر نمی‌کنم خیلی از اون اکیپا چیزی بمونه. نه دقیقاً تجربه ما دانشگاه سوره است. شاید دانشگاهی نه کلا فکر کنم همه دانشگاه اینطوریه. کلا وارد اکیپ خیلی وارد اکیپا نشید. ما فکر یکی دو نفر مثلا برای خودتون نگه دارید. آره. اکیپ اصلا خوب نیست. هم پشت سرم حرف میزنن بعد دعوا میشه. نه یه چیز اینطوری. آره دراماهای اکیپا خیلی زیاده و واقعا نمیارزه که وقتتون رو بذارید. این وقت رو واقعا میتونید بذارید یه دوست خوب پیدا کنید. اصلا من بحث درس هم نمی کنم. یه دوست خوب پیدا کنید مثلا باش بیرون برید. حتی با هم درس بخونید. من و پرنیا اوایل دوستیمون همش با هم بیرون میرفتیم اطراف دانشگاه. با هم درس میخوندیم. خیلی زیاد با هم درس خوندیم. بنده انواع کافه‌ها بنده معدل 19 ایشنا معدل 12 فارغ التحصیل شدیم. ما اصلا خرخون نبودیم واقعا. فقط به جایی که مثلا اون وقت رو بذاریم که بخوایم بعد کلاس ها خیلی بپریم با هم دوتایی میرفتیم دیگه. آره دیگه واقعا من راضی بودم. آره من یه نکته هم راجع به روابط عاطفانه بخوام بگم ترمه که واقعا ما هیچ دوست نداشتیم. نه کلا تو دانشگاه با کسی دوست نشید. دوست پسر. من دوست پسر. کلا دوست اصلا خیلی چرته. ایه دانشگاه دوست پسر پیدا کنید. چون که وقتی به هم بزنید اتفاقای خوبی نمیفته. آره. این مجبور با هم چش بشید. آره حالا ما تجربه نداشتیم. تجربه دیگران آره خوبه. دوستامون متاسفانه اتفاقای بد. خیلی بد. یه چیزی دیگه هم بهتون بگم ترم که خودتون نمیتونید انتخاب کنید. نه ترمای بعدی میتونید. حداقل امکان صبح کلاس من این تنها بردی که من و ایشون کردیم بود که کلاس صبح نداشتیم. یعنی کلاس ما معمولا 10 شروع میشد 9 شروع میشد. دیگه ترم آخر یه دونه باخت دادم من اندیشه ساعت 7:30 بود. غیر از اون دیگه ما کلاسی نداشتیم. برای همین میتونید که اینتلیجنت باشید خوب عمل بکنید و کلاساتون رو صبح برنبرید. یه نکته دیگه هم خواستم بگم حالا فارغ از اینکه هر رشته‌ای درس می‌خونید واقعا اگر هدفتون درس خوندنه و مخصوصا اگر هدفتون مهاجرته از همین ترمی که دانشگاه باید شروع کنید به اینکه کتاب بخونید کتاب کنید. آره مثلا خیلی تحقیقات جامع بکنید اصلا ببینید میخواید ارشدش رو بخونید یا نه. اینا خیلی کمک کنه. یعنی من و پرنیا میتونم بهتون بگم از ترم 3 بود که البته همه چی مجازی شد ما دیگه شروع کردیم به واقعا تحقیق کردن و خودمون خوندیم. واقعا تاثیر نداشت چون کرونا بود و اینا از دور مثلا درس میدادن ما هیچی نمیدونم مثلا دراز میکشیدیم درس رو گوش میدادیم ولی مثلا ما خودمون با پیگیر میشدیم. ویدیوهایی که من داره سر کلاسای من خواب آخه صبح بود دیگه مثلا هفته صبح خواب می‌شد. از سوتیای کلاس آنلاینمون هم بعداً یه ویدیو میگیرم چون فکر کنم من رکورداشو پاک نکردم بعد نگاه کنم بهتون نشون میدم خیلی باحاله اونم. ولی کلا میتونم بگم که دانشگاه بهترین قسمت زندگی من بود که حالا متاسفانه حیف تموم شد. خیلی لذت بخشید چون من تو دبیرستان اصلا نتونستم لذت ببرم ولی تو دانشگاه هم درس خوندیم هم بیرون رفتیم هم تجربه‌های باحال و جدید داشتیم. خیلی خوش گذشت. دانشگاه واقعا خوش گذشت. جای دانشگاهمون خوب بود قشنگ. آره مطمئن. مثلا مثل علوم تحقیقات نبودیم که اطرافمون یا مثلا مثل علم و صنعت که واقعا در بیرون تا شعاع 10 کیلومتری میمیری از گوش. واقعا انتخاب دانشگاه خیلی مهمه. مثلا همون مرکز میشه همون دانشگاه تهران اینا چیز خیلی خوبه اونجا رو انتخاب کنید. آره من قبول دارم. تجربه میشه میگردی کتاب فروشی اون چیزا هم. بعد ما چون آره همونجوری که فرنود دانشگاهمون مرکزی شهر بود ما دانشگاهمون فردوسی بود. ما از فردوسی تا خونه انقلاب همیشه پیاده میرفتیم. چه تو منو میبردی؟ منو پیاده میبرد نمیدونم خیلی حال میداد دیگه. غر نزن پاهام الان هم غر میزنم یعنی میخوایم بریم قدم بزنیم میگه بشینیم خیلی حال میداد. من کلا خیابون انقلاب و اینا رو خیلی دوست دارم. حال میده قدم زدن توش خیلی خوبه.
بعد ما چون رشته‌مون طراحی بود، یعنی قسمتش طراحی بود، بعد میرفتیم خرید می‌کردیم. خب همیشه خریدای این مدلی هم انقلاب دیگه، خواه نخواه همیشه میرفتیم انقلاب سر خیلی بود، دم دست بود. آره. این از نکته‌های مهمی که گفتیم. حالا یه چیز باحالی که میخوام بگم اینه که یه دراما میخوام اینجا تعریف کنم از دانشگاه. قشنگ میرم ویدیو بعدی. یه درامای خیلی خفنی که اتفاق اولین دراما، اولین باری که فکر کنم هفته دوم دانشگاه بود، ما داشتیم رفتیم دانشگاه. ما یه اردو رفتیم. یه بار اردو رفتیم. آره بالا یه بار اردو رفتیم. یک بار نه دو بار نبود چرا دیگه بعد اردو نظر رفتیم. یه اردو رفتیم بافت کردیم. فکر کن دو دانشجو ترم یک اصلا نمیدونیم بافت کردی چیه، پاشونیم خوشحال رفت. من مشکل ریه ندارم ولی هوا وقتی خیلی کثیف میشه اذیت میشم، مجبورم این استریا بگیرم اینا. اون موقع هم چون همه با هم دوست شده بودیم تازه به کسی اینو نگفتم. رفتیم و اینا نگم براتون. اونجا دو تا پسر به من کمک کردن که ترمای بالاتر بودن. فامیلیشو میگم چون دیگه نمیبینمش. حالا به راحت میگم دیگه تموم شد. آره رفتیم. نکن این آقا از من خوشش اومده. منم که کلی مثلا تو فاز دوستی نبودم اصلا. نه اون آقا من خوشش اومده، پیگیر منه. ما هم که اصلا نمیدونم هم چجوری شماره منو پیدا کرده بود. اون موقع عضو انجمن بود چی بود، حالا هر جوری بود این شماره منو پیدا کرده بود. بعد دانشگاه ترم، اگه دانشگاه سوره باشین، دانشگاه ترمه که جشن میگیره برای بچه‌های جدید الورود. مثلا جشن ترتیب میده و اینا که بیاید جشن بگیرید ورودتون رو به سوره. چقدر مثلا مهمه خیلی. آقا این به من زنگ زد، من بیرون بودم، به من گفتش که کجایی چرا نمیای؟ من چرا که بعد میگم من چرا نمیام؟ شما کی هستی؟ من گفتم من از انجمن دانشجویی زنگ میزنم چرا نمیام؟ بعد شب باورتون نشه من پرنه یه هفته بود دوست شدیم، من همون رو زنگ زدم بهش گفتم. گفتم که آقا یکی به من زنگ زده اینجوری چیکار کنم؟ اینم اصلا گفتش که داره دروغ میگه. بزرگ اهمیت میدیم چون نه من داشتم رفتم نفردیم. حالا که رفتیم جلوتر فهمیدیم آقا این اصلا شماره منو اگه چه پیدا کرده اما خوشش اومده شروع کرد مثلا با من حرف زدن. من چون بهش جواب رد دادم ناراحت شد. فکر کنید من ترم یک اون ترم 5 آره هنوزم مرغ دست خب با ترم یکی نمید این کار کرد دیگه. فارغ التحصیل شده؟ شد دیگه چون جلسه دفاع بود احتمالا شده. آره من ترم یک اون ترم 5. آقا این ولکنه من نبود. شب تا صبح پی ام میداد تلگرام این ور اون ور شروع که به حرف زدن. بعد منم مشاورم جواب نده، جواب میدین دوری جواب بده. خلاص این آقا گذشت چون نشد دیگه واقعا. بعد این کلاس داشتیم و اینا بعد دیگه اصلا کرونا شد من اینو ندیدم. بعد از دقیقاً گذشته 4 ترم شد دیگه. بعد 4 ترم رفتیم دانشگاه. این هم کلاسی من از دفتر اومد. وای آره اینجا دوباره منو دید و اینا. بعد شروع کرد بایستنم جلو خودم حرف زدن. برگشت گفتش که این خیلی پرروه، این دروغ میگه چون جواب رد کرده. چون جواب رد کرده برگشت گفتش این دروغ میگه. این ما هر کی اول حرف میزنه بعد میره به همه میگه که این مثلا من پیشنهاد دوستی داده. اصلا که خب من چتشو داشتم. منم چتشو فرستادم من همونی که داشت بهش میگفت. بعد خلاصه گذشت. بعد چند وقت دوستش به من پیام داد. دوستش به من گفتش که تو نمیخواد شهرسازی بخونی سوره، برو بازیگری سوره رو بخون. ببین چقدر حسش گرفته، هم دوستش زنگ زده هم خودش پیگیر شده. برو بازیگری بخون. پس از سر مثلا دوست من برداشت و دروغگویی و اینا. بعد جاش که من چت همه چی داشتم. چرا دروغ میگی؟ آره اینم تهش بهتون بگم که جلسه دفاع پرنی رو اومد نشست. امیدوارم فارغ التحصیل شده باشه دیگه. نشده نمیدونم حالا
چنگ گرفت ولی کلا خیلی عجیب ولی بود. کلا این موضوع پیش میاد مراقب پسر ترمبالایی باشید. تجربه خودم بخوام بهتون بگم اینه که تحت شما جوابشون رو ندید. آره گولشون نخورید. متاسفانه من جواب دادم و ایگنورش نکردم، به اینجا رسید کارمون. ایگنور سرتون کنید. حرف زده الکی زیاد از این چیزا هست. این صحبت‌های ما به پایان میرسه. ما میریم واسیپ خودمون رو ادامه داشته باشیم. اگه نکته‌ای پیش اومد در ادامه ولاگ براتون میگیرم، در ادامه روز براتون میگیرم. اگه یه درصد تونستم بلندش کنم بره قدم بزنه نه خودم ویدیو میگیرم. ولی هوا خیلی خوبه. اگه توی هوای بارونی همتون برید بیرون. اگه اهل قهوه نیستید چای بگیرید. دروغ میگه بخوابید. یه چای بگیرید خیلی خوشم میاد. یه چیزی بهتون بگم الان خیلی تو مخمه. اول ویدیو رو شروع کردیم اینجا پر آدم بودن و ویدیو رو داریم دوام می‌کنیم همه رفت. راست میگه سکوت شد. سکوت مطلق. شانس ما اینه. چه صداییه؟ چنده. بهتون کافرم میشه. من رسیدم خونه خیس شدم دیگه. ما یه ذره حرف زدیم. من یه ذره درد و دل کردم با دوستم. بعد یه ساندویچ بندری خیلی بدمزه خوردم که نصفشو نخوردم. الان دیگه اومدم خونه میخوام یه چای بخورم، شایدم نخورم. بعد دیگه برم بشینم پای لپتاپم یکم درس بخونم و بعدش بخوابم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو بودید و دیدید. میدونید که خیلی دوست دارم که برام کامنت میذارید، لایک میکنید و سابسکرایب میشین. اصلا خیلی بهم انرژی میده. نظری هم داشتید برام بنویسید. میبوسم بهتون. خداحافظ.